الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و على آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، الله متعال سپاس میگیم که باز ما شما توفیق داد که بر فهم دین الله متعال اینجا جمع بشیم و از الله استدعا داریم نیت‌های ما را خالصانه بگردانه و توفیق فهم درست و دقیق شریعتش را بر ما نصیب بکنه. پس سلسله درس‌هایی که در باب نظام سیاسی اسلام ما شما داریم، درس امروز ما شما از اصول فکری نظام سیاسی اسلام ذکر میکنیم که بعضی از اینها مفاهیم فکری است که ابعاد عملی هم داره. او اصلش چیست؟ یک اصل از اصول فکری است اما ابعاد عملی هم داره. و این پاسخ بر اون سوالات است که در شرایط امروزی زیاد مطرح است. نظام اسلامی چه رقمی می باشه؟ نظام اسلامی چه رقمی می باشه؟ نه فلانی ها با ما تعریف نظام اسلام معرفی نمیکنن. تعریف اصلی و اساسی و کلی و محورهای اساسی که نظام سیاسی اسلام بر پایه از اونها استوار هست، اینجا ان شاء الله ما شما میخوانیم. یک، اصل اول از اصول فکری حاکمیت شریعت الله متعال. این اصل غیر قابل انکار و غیر قابل تعدیل و نقطه اساسی و اولی و محوری است که نظام اسلامی را از غیر نظام ها تفکیک میکنه. گپ اولی و اساسی همیست. وقتی ما یک نظام اسلامی میگیم این نکته را در هر حالتی و به هر صورتی باید داشته باشه. نقضی این قاعده به هیچ وجه یک نظام اسلامی به اصطلاح داشته نمیتونه. او چیز حاکمیت شریعت. حاکمیت شریعت به معنای چی؟ مفهوم حاکمیت شریعت به چی معنا است؟ ما شما در باب اصول فقه هم شما خواندین، ما شما حکم را تعریف میکنیم، نه؟ حکم به انواع مختلفش، یکی حکم تکوینی است، این تقسیم بندی را هم بفهمین. یکی حکم تشریعی، حکم تکوینی است. الله متعال کافر هم خلق کرده، مسلمان هم خلق کرده. خلقت حکم چیست؟ تکوینی. اما دین حکم چیست؟ حکم تشریعی. اصل اول از اصول نظام سیاسی اسلام و همه نظام هایی که اسلام داره حاکمیت چیست؟ حاکمیت تشریعی الله، یا به تعبیر دیگه تسلیم شدن به حاکمیت تشریعی الله. اصل اول از اصول است که یک نظام سیاسی باید به او باورمند باشه و به او معتقد بوده باشه. او از کجا گرفته میشه؟ ان الحکم الا لله. حکم نیست مگر از آن الله. معنایش چیست؟ معنایش چیست که ما به خاطر قوانین خود و به خاطر قواعدی که زندگی میکنیم، به خاطر شناخت حکم به کجا باید مراجعه بکنیم؟ به دین الله متعال، به شریعت الله متعال. دقت کردین؟ و این آیاتی که شما بارها شنیدین در محور عدی میچرخه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به الله است، به پروردگارتان سوگند که شما مؤمن شده نمیتونید. حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تایی که مرجع حکم شما کی باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، سپس از قضاوت و فیصله پیامبر در قلبتان احساس حرج نکنین. و یسلموا تسلیما. در هر حکم، مثلا در باب نظام اقتصادی با حکم الله متعال یک نفر باید چی باشه؟ به صورت قطعی پابند باشه. وقتی حکم الله متعال آمد دیگه در مورد مخالفت نکنه. پس مصدر تشریعی نظام سیاسی که ما برای از اسلام پسوند اسلامی را میتیم و قبول کرده میباشیم است که او به حاکمیت تشریعی الله چی باشه؟ باورمند باشه. اگر کسی به حاکمیت تشریعی الله باورمند نبود، اگر در اول نظام خودم اسلامی بگه، در وسطش هم اسلامی بگه، در آخرش هم اسلامی بگه، اسلامی نیست. دقت کردین؟ پس به حاکمیت تشریعی الله یک نفر باید چی باشه؟ قائم باشه. و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. برای هیچ مرد مسلمانی و برای هیچ زن مسلمانی در آنچه که الله و پیامبر فیصله کرده هیچ اختیار دیگه وجود نداره. دقت کردین؟ و صفت مؤمن چیست؟ وقتی برش گفته میشه که این حکم الله است، یقول سمعنا و اطعنا. و صفت منافق نیست که میگه یقول سمعنا و عصینا. پس به حکم الله باورمند باش، معتقد و باورمند بودن به شریعت الله تبارک و تعالی باشه. و مراجعی که بر قوانین خود وضع میکنن، این مراجعشان مقید باشه به این که آنچه که از قوانینی که در شریعت الله متعال به صورت صریح وجود نداره را در روشنایی شریعت الله و مطابق معیارهایی که علما در باب فقه اسلامی برای مجتهدین میگن و در باب اصول فقه میشه، مطابق این اصول چی بکنه؟ قوانین جدیدی که در امور روزمره امروزی ما شما وجود نداره در به صورت واضح، اینها را موافق با شریعت چی بکنه؟
وضع بکنه، موافق با شریعت وضع بکنه و مخالفت با شریعت کرده نمیتونه. اون نظام اسلامی بوده نمیتونه که بیاید مثلا پارلمان فیصله بکنه که زنا حلال است. وقتی یک نفر امور قطعی حرام را حلال بکنه، این به حاکمیت تشریع الله قائل نیست. این نظام به هیچ وجه اسلامی بوده نمیتونه. چیزی را که الله حرام کرده به صورت قطعی، البته ببینیم این نکته را باز بفهمین، تفصیل نیست. در کدام موارد؟ موارد یقینی و تفصیلی و اجماعی. در موارد اجتهادی که یکی میگه حلال است حرام، در این مورد کسی که اهلیت اجتهاد داشته باشه میتونه یک شبهگیش ترجیح بده. خب باز دقت کنین، گپم دقیق تر بفهمین. صلاحیت تشریع در زمینه‌های مواردی که نظام اسلامی وضع میکنه، برای هیچ کسی، چی پارلمان باشه، چی رئیس جمهور باشه، چی نایب امیرالمومنین باشه، هر نامی که براش میتونه، نامها مهم نیست، او صلاحیت نداره و اجازه نداره امور متفق علیه و اجماعی شریعت چی بکنه؟ تغییر بده. اگه حرام است حلال بسازش، اگه حلال است حرام بسازش. و اون نظامی که این کار را کرد کافر میشه، از شریعت الله متعال چی میشه؟ بیرون میشه. اون نظام اسلامی بوده نمیتونه. دقت کردین؟ پس بعضی وقتی که میگه یک دسته گلارا میگن خب میگه در شریعت کی چیزای امروزی اومده نمیفهم، کی اومده که این قوانین ترافیکی چی رشه چه رقم شوه، کی اومده در شریعت الهی که نمیفهم مثلا نظام اداری ما چند بجه کارهای رسمیات شروع شد چند بجه خلاص شد. خب ما میتونیم وضع بکنیم در تضاد با شریعت نباشه. مثلا چه رقم در تضاد با شریعت نباشه؟ مثلا وقتی یک نفر بر کارمندای اداری خود قانون وضع میکنه که در کدام ساعت بیان در کدام ساعت بره، این نمیتونه در وقت عبادت بوده باشه. مثلا در وقت نماز جمعه بوده نمیتونه. دقت کردین؟ اگر کسی بیا بگه نه دیگه حال تو مکلف هستی، ما امروز در اینجا بشینی، روز جمعه مگه هست یا خیر جمعه مگه هست، باز این گپ جایز نیست. این رقم تشریح کردن البته در بعضی از حالات خاصی بر اساس ضرورت ممکنه باشه. مثلا یک نفر در شفاخانه اگه کل دکترا برن، خب باز یک نفر یک مریض عاجل به عباد چطور شود؟ میتونه برای یک نفر خاصی، برای یک ضرورت خاصی میتونه در اونجا کل دکترا نرن بر نماز به نوبت برن به اصلا. مثلا که دقت کردین، یا مثلا در یک جای خاص نظامی هست کل عسکرا اگه برن نمیشه یک نفر دشمن ممکن میاد بزنه، خلاص یک نفر دو نفر ضرورت به اساس عسکر میتونه باشه، دیگرها باید برن به نماز جمعه. دقت کردین؟ یعنی قوانینی که در شریعت الله متعال به صورت واضح و صریح وجود نداره، ما میتونیم در روشنایی شریعت الهی قوانین را وضع بکنیم با این قید که در تضاد با شریعت نباشه. دقت کردین؟ پس وضع قوانین که بعضی از زمانا میگن در هر حالت کفر است، گپ غلط است. متوجه شدین؟ این کفر میدونه، در حالی که گاهی وقتایی واجب میشه. میفهمین؟ یک غلط فهمی جوانای ما همیست نه؟ وضع قوانینی که در شریعت الهی به صورت واضح وارد نشده و نیازمندی و زندگی امروز انسانها به او به اصطلاح تقاضای از او را داره، امیر میگن باز بودن دروازه اجتهاد. به همین خاطر مثلا تشریع در این زمینه‌ها به شورای اسلامی واگذار میشه و یکی از شرایط شورای اسلامی چیست؟ یکی از شرایط شورای اسلامی است که باید علما در اونجا باشن. متوجه شدین؟ نه آدمای معلوم الحال و بدنام ببرکی که مثل در شوراهای امروزی وجود داره، اونا سرورشان معلوم است که وضعیت در چیست. دقت کردین؟ پس در اسلام این گپ وجود داره. جالب چیست؟ همین کارای ما مجبوریم کالای سکولارکا را اشاره بکنیم. نه سکولارکا پارلمان‌های مسخره امروزی را که آدمای بی سواد معلوم الحال جنایتکاری اینا قبول دارن، اما سر شورای اسلامی که خیلی قواعد بسیار جدی‌تر داره، او را باز چی میکنن؟ اسلام میگن داره. در باب فقه اسلامی ما امشب باز یک مقاله رو تقریری مطالعه کردم. این نفر هیچ آدم کمتالی است، هر وقت چیزش میخونم باز یادم از این سکولارکایی که وظیفه گرفته که باید بی بی سی و نفهم صدای امریکا صدایش هر وقت بلند بکنن. امشب باز مقاله رو نوشته کرده بود در باب از اینکه نفهم مشروعیت جنگ در افغانستان، گفته بود نظامش رقم نکوی شده. من نوشته کردم برایش که تو اصلا نمی کاکا امریکایی تو نمیبینی که تو تانگیش میگردن. این جنگ اینا مونده آمده در مورد از اینکه مثلا نظام انحرافاتش به حد کفر بوار رسیده یا نرسیده. اینا در جاش میبینیم تو اول ایده کاکالانای ما که اینجا آمدن که اونا بر از اونها چیز اول اونا را فایس یا کیستن یا چه وخیشی کردن که در مورد از اونها گپ نمیزنین. دقت کردین؟ پس نظام اسلامی احکام تشریعی از او از خود در سلسله مراتب داره. بعضی از مفاهیم در دین الله متعال صراحتاً یا در قرآن آمده یا هم در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یا علما و مجتهدین در طول تاریخ امت در موردش بحث کردن. اگر مفاهیمی وجود نداشت، بله نظام اسلامی صلاحیت ای را داره و ضرورت از گاه وقتا حتی به حد وجوب میرسه که به خاطر تنظیم امور روزمره زندگی مسلمان ها قوانین را وضع بکنه، با این شرط که
با شریعت الله تبارک و تعالی قرار نداشته باشه و از مصادر شریعت گرفته شود. دقت کردین اجتهاد و قیاس و استحسان و سایر مصادری که ما شما در باب فقه اسلامی داریم و در باب اصول فقه به همین خاطر به درد میخوره. متوجه شدین؟ و این در کنار از اینکه این غلطی سیکولارکار باید ما به حلش بپردازیم، غلط فهمی این جوانای خود هم باید برشون بپردازیم که وضع قوانین در هر حالت کفر نیست. وضع قوانین در او حالت کفر است که کسی به حاکمیت تشریعی الله قائل نباشه. یک، وضع قوانین در او حالت کفر است که یک کسی یا به خود یا به یک مرجع دیگه صلاحیت تشریع مطلق را قائل باشه که در هر حالت چیز بگه که این نفر اگر حلال گفت حلال، حرام گفت حرام، در این حالت هم باز چیز کفر است. در صورتی که وضع قوانین در تضاد با شریعت نباشه و موافق روحیه شریعت و بر اساس نیاز جامعه باشه، یک امر جایز است و حتی گاهی وقتا به حد چی بالا میرسه؟ به حد وجوب بالا میشه. دقت کردین ان شاء الله؟ خب پس این قاعده اول از قاعده چیز؟ از قاعده. و در اینجا خوب است که به یک نکته دیگر که مفهوم کفر با طاغوت ایمان به الله همیشه اشاره بکنیم. یک معنای لا اله الا الله است که لا حاکم الا الله. لا حاکم الا الله در نظام سیاسی اسلام همین چیز مصداق داره. یعنی چی؟ یعنی ما فقط به حاکمیت مطلق تشریعی الله قائل هستیم و برای هیچ فردی، ارگانی، نهادی، نمیفهم هر چی که نام برش میمونیم، اجازه تشریع مطلق را نداره. دقت کردین؟ معنایش همیست. و یک مفهوم لا اله الا الله در بعد تشریعی هم همین نکته هست که نظام اسلامی باید به اون متعهد و باورمند و معتقد بوده باشه. و اینجا مفهوم کفر با طاغوت باز چیست؟ هرگاه یک کسی به غیر الله صلاحیت تشریعی مطلق را بده، این مرتکب چی شده؟ مرتکب ایمان به طاغوت شده، در حالی که باید مرتکب کفر به طاغوت شود. هرگاه یک نفر معتقد باشه که مثلا احمد خان صلاحیت داره که به صورت مطلق تشریع بکنه، اگه حلال علی حرام هم خیره، اگه حرام علی، اینی چیست؟ اینی کفر به طاغوت است. ایمان به طاغوت است. ببخشید، کفر به طاغوت است که تو این صلاحیت به غیر الله برای هیچ کس دیگه قائل نباشین. دقت کنید یا مفهوم دیگه کفر به طاغوت است که یک نفر عبادت، مفهوم عبادت هم در تعریف اسلام گفته بودم دوستا که باشین، عبادت یعنی کمال تضرع و اطاعت مطلق را به غیر الله قائل باشه. همین غیر الله کی بهش قائل است و او غیر الله هم خودش به همین گپ راضی است، اینه چی میشه؟ طاغوت. که برای خود صلاحیت مثل که بعضی از مردم هست میگه که برای مرا به عبادت کنه، انا ربکم الاعلی که فرعون میگه، یا اگه در گردمای که امروز هستن و از عبادت خود راضی باشن. چرا این قید میمونیم؟ به خاطر اینکه مثلا مسیحی‌ها میان عیسی علیه السلام چی میکنن؟ ما بگیم عیسی هم طاغوت شد نمیزن بالله. دقت کردین؟ نه، مصداق اولی طاغوت شیطان هست، مصداق دومیش بت‌ها و هر کسی که عبادت میشه و از عبادت خودش چیز راضی است. مصداق سومیش چیست؟ مصداق سومیش اون نظام‌های هستند که صلاحیت تشریعی مطلق را بر خود قائلن یا به یک ارگان خود قائلن یا به رهبر خود قائلن. دلیل این گپ همین آیه قرآن کریم است. بعضی جوانای مویات میخوان مفهومش درست نمیفهمن. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. الم تر الی الذین یزعمون، آیا شما ندیدین کسی را که گمان میکنه ایمان داره به چی؟ به ما انزل الیک و ما انزل من قبل، یعنی به کتاب قرآن کریم و کتاب‌های قبلی ایمان داره، اما یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، در هنگام حکم کردن پیش کی میره؟ پیش او کسی میره که اصلا حاکمیت تشریعی الله را قبول نداره، پیش از او مراجعه میکنه و بله این ایمان یک نفر در اینجا چی میشه؟ زایل میشه. دقت کردین؟ اما اگر یک نظام حاکمیت تشریعی الله متعال را قبول داره و حاکمیت تشریعی را به غیر الله قائل نیست، ممکن در زمینه‌های عملی در تطبیق غلط بکنه. آیا مراجعه کردن به او به معنای ایمان به طاغوت است؟ خیر. دقت کردین؟ اون نظامی که حاکمیت تشریعی الله را قبول داره و به حاکمیت تشریعی غیر الله قائل نیست، اما ممکن در زمینه‌های عملی گاهی وقتا رعایت کنه گاهی وقتا رعایت نکنه، مراجعه به او به معنای نقض ایمان نیست. چرا؟ مراجعه به نظام بر اساس چی میشه؟ قوانین وضعی موجودش میشه، نه به اینکه فلان قاضی این کارو میکنه این کارو نمیکنه. امکان داره در یک نظام کاملا اسلامی شما به نظام مراجعه بکنید به خاطر چی؟ به خاطر حکم الله رو سر شما تطبیق بکنه، اما همون قاضی عادل نباشه. آیا شما به خاطر از اینکه اون قاضی حکم دیگه در مورد شما صادر کرده عدالت نکرده، آیا شما کافر شدین چون به طاغوت مراجعه کردین؟ نه. مراجعه بر اساس چی میشه؟ به اساس قوانین میشه. وقتی در مورد نظام حکم میکنیم، نظام افراد نیست. نه امروز کلا سوا میره کدومیه، این مهم نیست دیگه. مهم حکم در مورد نظام بر اساس چی میشه؟ خوب دقت کنید. بر اساس چی میشه؟ قوانین. افراد هر روز تبدیل و تغییر میکنن. دقت کردین گپا؟ خب پس
مفهوم ایمان به الله و تسلیم شدن به حاکمیت تشریعی الله را ان شاء الله فهمیدین نه؟ مفهوم تسلیم شدن به حاکمیت تشریعی الله در باب نظام سیاسی همین است. پس اون نظام‌هایی که ارگان‌های که صلاحیت وضع قوانین را دارن و وضع قوانین از اونها مطلق، صلاحیت مطلق دارن، این نظام‌های طاغوتی کفری، اگر قبلا مسلمان بوده باشن مرتدن، اگر قبلا مسلمان نباشن در اول کافرن. فهمیدین گپ مرا؟ نظام‌هایی که مراجع قانونگذاری از اونها صلاحیت تشریعی مطلق را داره، میاد در مورد مثلا همجنسگرایی نظرسنجی میکنه، اکثریت میگه همجنسگرایی حلال. میان در مورد زنا چی میکنن؟ بر اساس رأی اکثریت نظرسنجی میکنن، اکثریت میگه که زنا حلال. میان بر اساس نظر اکثریت میگن که مثلا تعدد ازدواج چی؟ حرام. جزا هم برش تعیین میکنن. این چیز هرگاه خوب دقت کنین، هرگاه نظامی بر مراجع قانونگذاری خود صلاحیت تشریعی مطلق را قائل باشه و این صلاحیت برش بده که قوانین وضعی شریعت نقض بکنه، حلال ارار حرام و حرام حلال حلال بکنه، این نظام کافری است، طاغوتی است. فهمیدین گپا؟ اما اگر یک نظامی به مراجع تشریعی الله قائل از شریعت الله متعال مراجع تشریعی خود میدانه در زمینه‌های عملی انحراف میکنه، آیا در هر حالت کفر است؟ واضح شد گپ ما؟ این گپ اول. نکته دوم، کار مسلمان ها در امور سیاسی بر مبنای چی باید باشه؟ یکی از بارزترین صفات نظام سیاسی اسلام شورایی بودن است، بر اساس صراحت آیات چی؟ قرآن کریم. و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر. الله متعال صفات مؤمنین را ذکر میکنه، بعد میگه کار از اینها چیست؟ بر اساس مشوره است. و حتی بر پیامبر که مستقیما مورد خطاب وحی از برش امر میکنه و شاورهم فی الامر. و جالب است که این آیت بعد از چی میفهمین نازل شده؟ بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اساس مشوره با صحابه در غزوه بدر از رأی خودم تیر شد، بر صحابه عمل کرد و 70 نفر تلفات دادن. بازم الله متعال بر چی میگه؟ بعد از این هم میگه مشوره بکنیم. یعنی چی؟ یعنی گاه وقتا ممکن مشوره یک خرابی به بار بیاره. آیا اصل نقض میشه؟ این اصل نقض نمیشه. و صحابه در مورد پیامبر صلی الله علیه و میگه ما هیچ کسی رو به اندازه پیامبر نمیدیدیم که مشوره میکرد. بر پیامبر وحی هم میامد، بازم چی میکرد؟ مشوره میکرد. پس غیر پیامبر به طریق اولا لازم است که باید چی بکنه؟ مشوره بکنه. نظامی که نظام مشوره‌ای نباشه نظام اسلامی بوده نمیتونه. یک گپ دوم، در اینجا هم اقوال علما را بدانین. یکی نظام واقعی اسلامی است که از ابتدا بر اساس معیارهای درست شرعی تعیین میشه. یکی نظامی است که بر اساس معیارهای درست شرعی تعیین نشده، درجات و انحرافات از شریعت داره. ما در مورد این نظام ها چی کنیم؟ این سوال است که خیلی از جوانان پرسیدن چطور کنیم گپا. دقت کردین؟ در این باب دو دیدگاه در بین علما وجود داره. دیدگاه اول، البته مورد اجماعی شمیست که هرگاه یک نظامی و یک زمامداری انحرافش به حد چی برسه؟ کفر بواح، واجب است در مورد از این باید چی شود؟ اقدام عملی صورت بگیره. در غیر از او حالت آیا جایز است یا ناجایز؟ اکثریت قاطع علمای سلف قائل به عدم جواز خروج در مورد زمامداران ظالم و فاسقن. حتی بعضی از تعداد زیاد از علما در این باب اجماع را نقل میکنن. اما عملکرد سلف نشان میده که عده‌ای از علمای سلف، عده‌ای محدودشان، قائل به جواز این کار هستند، مثل حسین ابن علی، مثل زبیر ابن عوام. اینا عملا در مورد نظام هایی که به حد کفر بوانه رسیده بود چی کردن؟ قیام کردن و مورد تایید عده‌ای از علما قائل قرار هم گرفتن. در اینجا ما میخوایم یک موضوع را واضح‌تر بیان بکنم. در اینجا گاه وقتا یک عده از مردم میآیند عملکردهای بعضی ها را نسبت میتن به منهج اهل حدیث و بعد به اصطلاح خودشون میان داعیه‌دارهای مذهب احنافشون. در مورد مذاهب از سایر مذاهب که در این باب
مذهب احناف دایره وسیع‌تر داره. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله قائل به خروج علیه زمامدار چیست؟ فاسق و ظالم است، در حالی که علمای اهل حدیثی ده حتی اگه زیاد علما گفتیم قائل به اجماع علمای اهل حدیث داری بابسن که جایز نیست. اونا علمای حدیث استدلال میکنن به صراحت آیت حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شما منازعه نکنین با اهل به اصطلاح زمامدارا الا ان تروا کفرا بواحا. دقت کردین؟ اما امام ابو حنیفه رحمه الله و علمای قائل به جواز هستن اونا باز به عمومیات دیگر نصوص استدلال میکنن، در حالی که قاعده اصلی است وقت با عمومیات تا زمان استدلال میشه که یک نص خاص وارد نشد. وقتی نص خاص وارد شد باز دوباره استدلال با عمومیات چیز دقیق نیست. اما این اختلاف وجود داره. دقت کردین؟ پس این نکته است که باید دوستان عزیز ما بفهمن. یک گپ دیگه چیز از پیش بعضی ها مثل که بیشتر اشاره کردم بعضی ها مغالطه ایجاد میکنن. یکی قیام در مورد نظام‌هایی است که ممکن انحرافشان به حد فسق و ظلم باشه. یکی جهاد در مورد اشغالگرای کافر است. فهمیدین گپا؟ بعضی ها چی میکنن؟ جهاد در مورد اشغالگرای کافر به این نامه میخواین مخالفت بکنن. ما شخصا وقتی زیاد تحقیق کردیم و عوامل مختلف دیدیم، بله وقتی که نظام به حد کفر بوان رسد تاریخ امت نشان داده که کسانی که به اصطلاح قیام کردن به نتیجه خاصی نرسیدن. اما آیا با این دلیل ما باید اشغال رسمی کفار متجاوز حربی را هم تحمل کنیم؟ نه. جهاد در مورد کفار متجاوز اصلی اشغالگر جداست. قیام در مورد زمامدارانی که به حد فسق و ظلم میرسن جداست. قیام در مورد از اینها بله درست نیسته به اساس اهل حدیث، حداقل رأی اهل حدیث. اما اگر اشغال مستقیم کفار حربی بود باز چی؟ و جهاد دیگه او در باب دفع ظلم است و در باب دفع تجاوز و اشغال است. جهاد بر دفع تجاوز و اشغال جداست. جنگ در مقابل نظام ها چیست؟ اگر اشغال نبود بله من شخصا طرفدار از این هستم که در هیچ نظامی از نظام های اسلامی که به حد کفر بوان رسیدن باید جنگ صورت نگیره. دقت کردین؟ این بین از اینا باید چی بکنیم؟ تفکیک کنیم و بسیار واضح باید تفکیک کنیم. دقت کردین ان شاء الله؟ پس اسلام یک نظام چیست؟ شورایی. بعد از پیامبر اولین خلیفه ابوبکر انتخاب شده. کی انتخابش کرده؟ شورا. با وجود ذکر احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در باب پیروی از ابوبکر و عمر بعد از خودش صریح هست نه؟ کسی میپرسه میگه رسول بعد از تو از کی اطاعت بکنه؟ میگه از ابوبکر. میگه بعد از تو از کی؟ میگه از عمر. دقت کردین؟ یا حدیثی که عایشه رضی الله عنها روایت میکنه و صحیح مسلم رو روایت کرده میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بار عایشه میگه بیا چیز نوشته بکنم که بعد از من کسی داری با اختلاف نکنه. از صراحت از سیاق حدیث فهمیده میشه میخواست ابوبکر رضی الله عنه رو به عنوان جانشین تعیین کنه. اما باز میگن الله و مردم ابا دارن که به غیر از ابوبکر کسی دیگه چی شوه؟ امیر شوه. با وجود عملا پیامبر هم در زمان حیات خود ابوبکر رضی الله عنه رو در حج هم امیر مسلمان ها تعیین کرد، در امامت هم امیر مسلمان، در نماز هم. اما با وجود ازی ابوبکر رضی الله عنه بر اساس چی خلیفه شد؟ شورا. عمر رضی الله عنه بر اساس چی خلیفه شد؟ شورا. عثمان رضی الله عنه بر اساس چی خلیفه شد؟ شورا. علی رضی الله عنه بر اساس چی خلیفه شد؟ شورا. اینجا غلط فهمی دیگه رو میخوایم اصلاح بکنم. ابوبکر رضی الله عنه بعد از خود بعضی ها استخلاف میگن جانشین دین کرد عمر رضی الله عنه. اگر با عمر شورای مسلمان ها موافقت نمیکرد آیا عمر خلیفه میشد؟ تنها جانشینی ابوبکر کافی بود؟ نه خیر. دقت کردین؟ عمر رضی الله عنه بعد از خود شورای 6 نفری را تعیین کرد. شورای 6 نفری عثمان رضی الله عنه تعیین کرد. بعد از او چیزی علی رضی الله عنه را به خلافت رساند؟ شورای مسلمان ها. و با این تفاوت که در مورد خلافت علی رضی الله عنه بین شورای مرکزی مسلمان ها اختلاف واقع شد. زبیر، طلحه و زبیر از جمله اعضای شورای مرکزی مسلمان ها بودند. اونا بیعت نکردند. اما قبل از او اختلاف جدی در بین شورای مسلمان ها در باب تعیین خلیفه وجود نداشت. اختلافات جزئی در دوران خلافت ابوبکر بود، بعد از دوران خلافت عمر هم نبود، در دوران خلافت عثمان رضی الله عنه اختلاف آمد. اینجا یک نکته دیگر هم میخوایم اشاره بکنیم. شورا در اصل به نیابت از کی فیصله میکنه؟ به نیابت از امت. شورای مسلمان ها فیصله هایی را که میکنه به نیابت از کیست؟ به نیابت از امت. پس اگر شرایط به گونه مساعد شود که امت کلش بتانن نظر بدن، آیا درست است یا نه؟ درست نیست. چرا درست نیست؟ ببینید شورا فرع است. شورا فرع است یا نه؟ امت اصل.
ما وقتی به اصل مراجعه کرده بتانیم فرمانه ما میشه. الله متعال در قرآن کریم میگه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. الله متعال شما را امر میکنه که امانت به اهلش بسپارین. بر اساس سیاق آیات اینجا منظور از امانت چیست؟ زمامداری. چرا؟ ادامه آیات میگه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. پس اینجا مراد از امانت کیست؟ مراد از امانت زمامداری است که این امیر باید به اهلش بسپارین. اینجا خطاب این آیات متوجه کی میشه؟ امت. ان الله یأمرکم، شما را امر میکنه. کی را امر میکنه؟ شما امت امر میکنه. چی بکنید؟ ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که امانت به اهلش بسپارین. باز اون نفر که امانت به اهلش سپردین زمامدار چی باید بکنه؟ و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مفهوم آیات توضیح میده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا وصل الامر الى غیر اهلی فانتظر الساعه. وقتی که مسئولیت بر غیر اهلش سپرده شد، اذا وصل الامانه غالبا میاد. دقت کردین؟ دیگه جو امانت هم میاد، دیگه روایت امانت، لفظ امانت هم میاد. امی امانت اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه. بعد عرض معذرت که من لفظ خطا کردم. مثلا میگه اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه، وقتی امانت ضایع شما منتظر چی باشین؟ قیامت. بعد صحابه پرسیدن میکنن و کیف اضاعتها یا رسول الله؟ ضایع شدن امانت چه رقمی است؟ مثلا میگه اذا وصل الامر الى غیر اهله. اذا وصل الامر الى غیر اهله، وقتی که امر به غیر اهلش سپرده شد. پس امانت در ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها چیست؟ زمامداری است. اینو باید به کی بسپاریم؟ به اهلش. خطاب ما کیست؟ کل امت. خب آله شورا به نیابت از امتی کار میکنه. هرگاه فیصله شورا مورد قبول امت قرار گرفت، گپ حل است. فیصله که در سقیفه بنی ساعده در مورد خلافت ابوبکر شد، امت با مخالفت نکرد، بهش تسلیم شد. در خلافت عمر هم تسلیم شد. در مورد تعیین خلیفه در شورای 6 نفری که عمر تعیین کرده بود اختلاف واقع شد. در بین اعضای شورا اختلاف واقع شد. چطور کردن؟ عبدالرحمن ابن عوف، ما اگه اشتباه نکنم یکی از اعضای از اونها بود. پس دوباره رفت از کی پرسان کرد؟ آیا امکان نظرسنجی از کل امت در اموزمون با اونمو شرایط برای عبدالرحمن ابن عوف ممکن بود؟ نبود. از کی پرسان کرد؟ از همه کسانی که امکان براش وجود داشت. رفت از همه اهل مدینه پرسان کرد، از زن و مرد مدینه پرسان کرد. چرا عبدالرحمن رفت از زن و مرد مدینه پرسان کرد؟ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. شورا اختلاف کرد، از همه پرسان کرد. پس اینجا میخوایم یک گپ اشتباه دیگر که جوانان تو بیخی پرجذبه هستن در باب تکفیرش ماشاءالله حل بکنم. یک میگه انتخابات کفر است. در کدام حالت انتخابات کفر است؟ او بدر در کدام حالت؟ او انتخاباتی که در نظامی که برای الله متعال صلاحیت تشریعی را قائل نباشه و صلاحیت تشریعی مطلق را به غیر الله قائل باشه و تو بری برای یک نفر امی صلاحیت قائل شوی، بله کفر است. اما تعیین زمامدار در جامعه اسلامی توسط مسلمان ها ولو از طریق انتخابات باشه کفر است. کدام منطقی را کفر میگه؟ پس یک نفری میاد جمله را بگه انتخابات کفر است و تفصیل نمیته و توضیح نمیته، این جمله غلط است. انتخابات در بعضی حالات ممکن کفر میتونه بوده باشه. در کدام حالت؟ در حالتی که نظام حاکم باشه که اصلا صلاحیت تشریعی الله را قائل نباشه، مثل نظام هایی که واضح میگن ما سیکولاریم، هیچ دینی را قبول نداریم و عملا قوانین را وضع میکنن خلاف چی؟ اصلا به همین دین دیگه از ریشه قبول ندارن. این کفر است. بله در بعضی از حالات میتونه حرام بوده باشه. چی کسی وقتی یک نفری بره با یک نفر اهل تعیین به اصطلاح رای بده که اون نفر اهلیت زمامداری جامعه اسلامی را ناجایز است. در بعضی از حالات میتونه چی باشه؟ جایز. در بعضی از حالات واجب. پس ببینید مراتب احکام. خب میتونه کفر باشه، میتونه حرام باشه، میتونه مکروه باشه، میتونه جایز باشه، میتونه سنت مستحب بیاد تا واجب. ببینید اینا همه چی دارن؟ حالت دارن. یک دفعه می آخرش محکم میگیره. همین خود محکم میگیره برو بکش خدا دیگه. این قب غلط است و این خلاف اصول علمی و شرعی و عقلی است. دقت کردین؟ پس زمامدار در جامعه اسلامی بر اساس شورای مسلمان ها تعیین میشه. شورای مسلمان ها اون مردمی را میگن که جامعه اسلامی به گپ از اونها تسلیم باشه. دقت کردین؟ اگر به همین گپ اتفاق شد به جنجال نیست، قدر بی‌مبارک دیگه جور شه. و اگر نشد چطور کنیم؟ اگر مردم به شورا اولا افراد در جامعه وجود نداشت که مردم به او تسلیم شوند، راه حل امین معضله چیست؟
امت باید فیصله بکنه. باز یک نفر میگه خدا داماد کالگی است. هر کس باید به نظر بده اول بر اساس قاعده اسلامی اصل است که همه مسلمان ها عادلند. اما اگر یک نفر فسقش بسیار واضح بود دیگه، یک رقاصه و دلاک است، خانم فلانی خان مثلا، او هم حق داره به نظر بده؟ قطعا نه. یک تفاوت باز دمیست که دموکراسی بازی دیگه پا نداره. او میگه بله او رایش میگه خوبش از محکم از دیگه محکم، اما اسلامی اجازه را نمیده. او نفری که ببینن هر کس صلاحیت داره در باب تعیین زمامدار مسلمان ها نظر بده. چون وقتی عبدالرحمن بن عوف رفت نگفت که نه این دیگه آدم خوب مطرح نیست، از این پرسان نمیکنه، از همگی پرسان کرد. اول او فردی که توسط محکمه با صلاحیت اسلامی چی باشه، گفته شده باشه که این نفر فاسق یا فاجر است، او صلاحیت نداره، نظر داده نمیتونه، ولی خوب عالم کتاب باشه. دوم، کسی که فسق و فجورش آشکارا لنی باشه و رقص بازیش ما شما در چی ببینیم؟ در تلویزیون ها ببینیم و دیگه گناهان مختلف دیگه. اینا هم صلاحیت ندارن. اینا چیستن؟ چرا؟ به خاطر از اینکه آیا بیعت و نظر دادن بر زمامدار مسلمان ها آیا این حکم شهادت داره یا دیگه در باب فقها اختلاف است. بعضیا میگن حکم شهادت داره. چی کسی اهلیت شهادت داره؟ آدم معلوم فاسق معلوم الحال و فاجر معلوم الحالی که علنی و آشکاراست فسق و فجورش، یا توسط محکمه با صلاحیت اسلامی چی شده باشه؟ علیه حکم شده باشه. اون نداره. غیر از دیگه کلگی داره. یعنی مثال گپ بر شما بگم، من ممکن 1000 تا گناه داشته باشم، اما شما حق دارین بیاین امیال مرا گناهگار فاسق بدانین تا که برای شما آشکارا دیده نباشین یا محکمه بر علیه ما حکم نکرده باشه. حق دارین. پس حالت اول این باقی میمونه که من چیستم؟ عادلم. همگی ما شما میگم. پس قاعده اصلی امیست که مسلمان ها در جامعه اسلامی عادلن. باز استدلال میکنن نه و این تو اکثر من فدر یدل کان سبیل الله، اکثرهم لا یعلمون اکثرهم لا یعقلون. اینا در مورد کافر است. در جامعه اسلامی ما بگیم که اکثریت مردم کافر است. ما از جامعه چی گپ میزنیم؟ از جامعه اسلامی گپ میزنیم. از جامعه اسلامی اکثر مردم کافر است. بله اگه بگیم اکثر مردم مشکل داره، بله مشکل داره، اما ما در مورد افراد به صورت فرد فرد میتونیم بگیم این برادر مشکل داره، این برادر مشکل حق داره میگه بکنم. پس باید تفکیک بکنیم بین مفاهیم. دقت کردین؟ بین مفاهیم چی بکنیم؟ اگه ما بگم که بله اکثر مردم مشکل داره، درست است، اما در زمینه تطبیقی من میتونم اکثریت شما را در جمع همین مردم حساب بکنم؟ اکثریت شما را یک نفر تا صلاحیت داره میکنه بکنم؟ پس ببینید چه فرق است بین گپ کلی ما و بین تطبیق چی؟ تطبیق. اکثریت مردم در افغانستان مشکل داره، خیلی واضح میگم، اما امی اکثریت من میتونم امیر در اکثریت داخل بکنم؟ ممکنی نباشه. این برادر دیگر داخل کردن میتونم؟ حق ندارم. ما از حالت عمومی جامعه گپ میزنم، اما در باب حکم که میاشه باز در مورد یک نفر معین باید ثابت کرده بتونم. اگه ثابت نکردم من خودم چیستم؟ خودم عدالتم نقض میشه. بفهمین؟ خودم عدالتم چی میشه؟ نقض میشه. پس شورا یک اصل غیر قابل نقض در جامعه اسلامی است. اما اگر یا شورا را ما ایجاد نتونستیم یا جور نامه چطور کنیم؟ میز مادر چه رقمی تعیین کنیم؟ شورا کی در شورا تعیین میکنه؟ چی کسی مردم باید تسلیم میشن؟ نه از شورا چه رقمی ها باشه؟ معنی که نیست که اسلام واضح نداره. ما در زمینه تطبیقی گپ میزنیم. در زمینه چی گپ میزنیم؟ تطبیقی گپ میزنیم. امیر چی رقم حل بکنیم؟ با زور توپ تفنگ حتما باید بیاین. اسلامی رقم گفته؟ بله فقهای اسلامی بر اساس مجبوریت گفتن که اگر یک نفر آمد غلبه حاصل کرد پس که در جنگ نمیکنیم، باز مصیبت دیگه جور نمیاریم. اما این گپ فقهای به معنای است که حتما ما باید بریم تفنگ بگیریم تا به زمامداری در جامعه اسلامی برسیم. همین معنا رو داره. همه ایشان اتفاق دارن. ما اجماع را نقل کردیم که کسی حق نداره برای جنگ بکنه برای اینکه ما زمامدار شوم. جنگ کردن خونی اگر مطالبه بکنه برای از او سپرده نمیشه. مطالبه را نه اگر ضمنی فهمیده شوه که این نفر حریص به قدرت از برای از او سپرده نمیشه. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فراموش کردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم والله لا نولی هذا الامر احدا ساله و حریص علیه. قسم به الله ما زمامداری را برای کس نمیدیم که او طلب بکنه یا برای رسیدن به او حریص باشه. یک نفر سمسی که تو تفنگ تو چی میگی؟ من میخوام حکومت چی میخوای؟ پس یکی حالات اصلی است که فقهای اسلامی توضیح دادن، یکی حالات مجبوریت. اگه یک نفر بی‌برک شد آمد سر ما حکومت کرد پس که جنگ کنیم؟ نمیگه مال آمد دیگه چطور کنیم؟ ما به اصطلاح آمیانه آمد را رد نیست دیگه. حالا که چی میکنیم؟ بر اساس مجبوریت را تحمل میکنیم که مصلحت جامعه اسلامی تأمین شود و با فساد کلانتر ما نه انجامیم. پس فرق از بین گپ. بفهمید من چی میگم؟ نه
اگر در جامعه اسلامی یک نفر به زور توپ و تفنگ خود آمد سر ما حکومت کرد خو انحرافش به حد کفر بالله نبود، فقها میگن به او بیعت باید شود. معنای از این گپ است که آیا این کار جایز و مشروع و فرض است؟ نه خیر، اصلی این کار جایز نیست، اما وقتی به رهبری رسید به خاطر حفظ مصلحت جامعه اسلامی به او باید چی شود؟ ازش اطاعت شود. در چی؟ هر بدی که گفت قبول میکنیم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در امر که نافرمانی الله امر میکنه باز اطاعتش نمیکنیم. از این نفر که اصلش مشروع نیست، یک نفری که بیخی از طریق مشروع آمده باشه اطاعتش نمیکنیم در امر که نافرمانی الله بود. میفهمین چی میگم؟ باز تکرار میکنم به خاطر اینکه خوب بفهمین جوانای عزیز. یکی حالت اصلی برای تعیین زمامدار در جامعه اسلامی چیز؟ شورا. اگر شورا نبود یا نتانست ایجاد شود یا اتفاق در موردش پیدا نشد، میریم به طرف چی؟ رأی مردم. کدام مردم؟ توضیح دادم. آل یک نفر با زور خود آمده که از این چی تو کنیم؟ با زور خود آمد در جایی که تمکین پیدا کرد که جنگ نمیشه. چرا جنگ نمیشه؟ مصلحت جامعه میره تقاضا میکنه. که هر کس که جنگ بکنه خون و جان و مال مردم چی میشه؟ به هدر میره. اما تو شده یا نشده؟ تاریخ اومد ببین. شده نشده؟ خب آل امیز امامدار آمد با زور خود آمد سر ما حکومت کرد، هر چی گفت قبول میکنیم؟ نه خیر. کدام گپش قبول میکنیم؟ انما الطاعه فی معروف، حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر با منکر امر کرد لا طاعه لمخلوق فی معصیت الخالق، دوم در مقابلش استاد میشیم. وقتی ما میگیم خروج مسلحانه در مورد زمامدار فاسق و ظالم جایز نیست، به معنای از این نیست که ما در مورد از او باید استادگی نکنیم، بلکه سخن حق در مقابلش میگیم ولو کشته شدیم. فرق از بین از این گپ نه؟ فرق از بین بیان سخن حق در مقابل زمامدار فاسق و ظالم و بین چی؟ مبارزه مسلحانه دو. اکثریت و اجماع، حتی اجماع خود اهل حدیث در اجماع بسیار محکم است. اجماع اهل حدیث در است که در مورد زمامدار فاسق و ظالم قیام مسلحانه صورت نمیگیره، اما انحرافاتش باید چی شود؟ بیان کرده شود. بیان انحرافات پادشاه ظالم و فاسق چیست؟ افضل الجهاد کلمت الحق عند سلطان جائر. افضل الجهاد کلمت الحق عند سلطان جائر. افضل جهاد گفتن سخن حق در مقابل چی؟ سلطان ظالم. جنگ نمیکنیم اما سخن حق در مقابلش میگیم. یک دوم سید الشهدا حمزه هست و دوم چی کسی است؟ کسی که سخن حق در مقابل سلطان ظالم بگه و کشته شود. این چیست؟ سید الشهدا هست. پس اهل حدیث بر عدم خروج در مقابل زمامدار اجماع دارن، اما هیچ وقت اهل حدیث نامدن که زمامداران فاسق و ظالم را توصیف بکنین. یک بخشی از کسان منسوب به اهل حدیث که وانا مدخلی حال مشهور هستن، اونا چطور میکنن؟ اونا میگن نه فاسق و ظالم خو اینا قربانه کردی شام کنین دستکای زیر بوسه بکنم و اینا منسوب میکنن به چی؟ به سلف. این ظلم است. منهج سلف منهج نیست که در او بی‌عزتی باشه، بی حرمتی به دین الله باشه. منهج سلف را امام احمد ابن حنبل رحمه الله داشت که با وجودی که در مقابل زمامدار که بعد کفر به وانه رسیده بود استادگی نکرد، اما سخن حق گفت و زندانی شد و شکنجه شد و دره خورد و تهمت سرش بسته شد. دقت کردین؟ و امور رقم سعید ابن مسیب، سعید ابن جبیر و دیگر کسانی که از بزرگان سلف به خاطر بیان سخن حق در مقابل زمامداران فاسد و ظالم شهید شدند. پس یک نفری بیاید از زمامدارانی که گاهی وقتا ممکن به حد کفر رسیده باشه از اونها دفاع بکنه، یا زمامدارانی که به حد کفر نیستن فسق و ظلمشان آشکار است اونها را دفاع میکنه و توصیف میکنه. حمیدین پس این مفاهیم باید چی بکنیم؟ تفکیک بکنیم. ان شاء الله که گپای مرا دوستا فهمیده باشن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.